بابای دوم هم یک سوال داشته. در در پخش موسیقی تو نقل کرده بودن که یک حدیث رو هر کسی بعد از نماز بامداد، یعنی بعد از هر نماز آیت الکرسی رو بخواند، اگر تو مثال میگویم در نماز بامداد آیت الکرسی رو بخواند تا نماز پیشین بمیرد او داخل جنت میشود. آیا این حدیث بر بینمازان نیز دخل دارد یا نه؟ نه، به بینماز دخل ندارد. آخه آینه ببینید، په لفظ حدیث نگاه کنید. کسی آیت الکرسی رو بعدی بامداد نگفتیم، مثال آوردیم. کسی بعدی نماز فرض آیت الکرسی رو خواند گفتن، یعنی نماز فرض خواند این آدم، بعد اینکه فرض را خواند آیت الکرسی خواند. چه بینماز به دخلش نیست. آخیر بینماز دوزخی هست. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. بینمازها یک ذره از رحمت الله تعالی امید نکنید. ما سلککم فی سقر، شما رو چی به دوزخ آورد؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نماز خوان نبودیم. قرآن کریم از گیرت خوانید. نماز کسی خواند بعد نماز فرض، بعد اینکه فرض خواند آیت الکرسی خواند، رفت و تا نماز آینده وفات کند، بین همین آدم و بین جنت فقط مرگ است گفتن پیامبر صلی الله علیه و یعنی البته این حدیث ناز گوش کنید، حدیث درباره نماز است. خودش آدمی که نماز فرض خواند و آیت الکرسی خواند، رفت و تا نماز آینده وفات کند، ان شاء الله وارد بهش میشه. الله تعالی